دوستان وقتتون بخیر. آموزش این جلسه بافت این مدل پیچ طرح قلب بسیار زیبا هست که مناسب انواع بافت‌های زنونه و دخترونه است. تعداد دونه‌ها برای بافت مدل مضرب 18 باید باشه. مثلا اگر بخواید 3 بار این مدل رو تکرار کنید تعداد دونه هاتون 54 تا دونه باید باشه. من برای قسمت حاشیه بافت هر طرف 3 تا دونه در نظر گرفتم و به صورت رکن بافتم که اگر بخواید این طرح رو برای شال گردن استفاده کنید حتما باید لبه های بافتتون مثل من طرح رکن باشه که لبه کارتون لول نشه. مدل در 14 رج کامل میشه و بعد از اون از رج 5 بافت شما باید شروع به تکرار بافت مدل بکنید. این قسمت روی بافت هست و این هم قسمت پشت کار. میریم که با هم دیگه این طرح زیبا رو ببافیم. دونه ها رو که سر انداختم 3 رج بافت به رو انجام دادم که یه خط رکن برای حاشیه هم دارم. الان در رج روی بافت رج اول مدل بعد از دونه حاشیه 9 تا دونه رو باید به رو ببافیم. 3 4 5 6 7 8 و 9. 4 تا دونه وسط رو به زیر می بافیم. 2 3 و 4. باز بقیه دونه ها رو به رو. رج اول بعد از حاشیه 9 تا رو، 4 تا زیر، 9 تا رو و دونه حاشیه. رج های پشت بافت بعد از دونه حاشیه 2 تا دونه را به رو می بافیم که برای قسمت لبه بافت هست و بقیه دونه ها همیشه هر دونه به همون شکلی که هست بافته میشه. الان این دونه ها به زیر هست، به زیر می بافیم که 7 تا دونه هست. بعد این 4 تا دونه وسط که رو به رو بافته میشه 3 و 4. باز این دونه ها 7 تاش که مال بافت مدل هست به همون شکلی که هست بافته میشه. این 7 تا دونه رو که بافتیم باز لبه بافت قسمت حاشیه دونه ها همیشه این 3 تای اول و آخر باید به رو بافته بشه. رج سوم بعد از دونه حاشیه 2 تا دونه قسمت لبه بافت رو می بافیم. الان میایم برای بافت مدل از این 7 تا دونه رو 3 4 5 تا دونش رو به رو می بافیم و این قسمت وسط میایم این از این 4 تا دونه زیر 2 تا دونش رو با 2 تا دونه روی کناریش جا به جا می کنیم به سمت راست و بعد شروع می کنیم هر 4 تا دونه رو این دونه های رو هم به زیر می بافیم. باز میایم این 4 تا دونه دوم رو هم باز به این صورت 2 تا دونه زیر از روی 2 تا دونه رو به سمت چپ جا به جا میشه و باز هر 4 تا دونه از زیر بافته میشه. پس بعد از جابجایی 4 تا دونه دوم هم این 4 تا به زیر بافته میشه. قسمت وسط بافت در رج سوم ما 8 تا دونه به زیر داریم و بقیه دونه ها هم به رو بافته میشه و دونه حاشیه دقیقاً مثل ابتدای بافت. یک بار دیگه رج های پشت بافت رو هم باز بهتون بگم که بعد از حاشیه 2 تا دونه رو که برای قسمت لبه بافت هست و بقیه دونه ها به همون شکلی که هست بافته میشه. دونه های رو به رو و دونه های زیر از زیر و باز قسمت انتهای بافت هم 2 تا دونه به رو و دونه حاشیه هم که به رو بافته میشه که برای قسمت لبه بافت. رج 5 مدل بعد از دونه حاشیه 2 تا دونه قسمت لبه رو به رو می بافیم و از این 5 تا دونه مدلمون 3 تاشو به رو می بافیم. باز جابجایی دونه داریم که این 2 تا دونه زیر از روی 2 تا دونه رو رد میشه. بعد این 2 تا دونه زیر رو به زیر می بافیم ولی 2 تا دونه رو توی این رج به رو بافته میشه. حالا 4 تا دونه به زیر داریم قسمت وسط 2 3
و 4 و باز 2 تا دونه زیرمون با 2 تا دونه روی کناریش جابجا میشه. این 2 تا دونه به رو و 2 تا دونه بعدمون هم به زیر بافته میشه. بعد از جابجایی 4 تا دونه پیچمون دقیقا مثل ابتدای باف این 5 تا دونه و دونه حاشیه به رو بافته میشه و پشت بافت هم هر دونه به اون همون شکلی که هست بافته میشه، فقط دونه های حاشیه‌مون باید به رو بافته بشه. رج هفتم بعد از حاشیه 2 تا دونه روی قسمت لبه رو میبافیم. از این 3 تا دونه روی مدل 2 تاش رو به رو میبافیم. حالا جابجاییمون به صورت 2 تا دونه زیر از روی 1 دونه رو به سمت راست و بعد این 2 تا دونه زیر رو میبافیم. این دونه رو هم باید به رو ببافیم و بعد کنارش 2 تا دونه رو بعدی رو هم میبافیم. پس 3 تا به رو شد. حالا این 4 تا دونه وسط هم باید جابجا بشه به سمت راست و بعد هر 4 تا دونه از زیر بافته میشه. 2 3 و 4. 4 تا دونه وسط رو هم که بعد از جابجایی به زیر بافتیم، حالا 2 تا رو و باز جابجایی 2 تا دونه زیر با 1 دونه رو به سمت چپ. این دونه رو به رو بافته میشه و 2 تا دونه های زیرمونم به زیر میبافیم. حالا 2 تا دونه باز مثل ابتدای باف به رو داریم برای قسمت بافت مدل و 2 تا دونه قسمت حاشیه و دونه حاشیه. رج هفتم به این شکل در میاد. رج 9 بعد از حاشیه و 2 تا دونه روش این بار 1 دونه به رو میبافیم و باز جابجایی 2 تا دونه زیر با 1 دونه رو که بعد هر دونه به همون شکلی که هست بافته میشه. باز این قسمت وسط 3 تا دونه به رو، این 4 تا دونه زیر رو هم میبافیم. 2 3 و 4. باز 3 تا دونه رو هم میبافیم و دقیقاً مثل قسمت اول باز جابجایی این دونه ها رو داریم. دونه رو به رو بافته میشه و دونه زیر هم از زیر و در انتهای بافت دقیقاً مثل ابتدای بافت 1 دونه رو بافت مدل و این 2 تا دونه حاشیه و خود حاشیه. اینم رج 9. رج 11 بعد از دونه حاشیه این 2 تا دونه روی لبه رو میبافیم. توی این رج ما فقط جابجاییمون قسمت وسط هست، یعنی هر دونه به همون شکلی که هست بافته میشه. این 4 تا رو هم میبافیم، فقط این 4 تا دونه زیر باید جابجا بشه و بعد هر 4 تا دونه باز از زیر بافته میشه. 2 3 و 4. و باز هر دونه به همون شکلی که هست دقیقاً قرینه قسمت اول بافته میشه. 4 تا رو، 2 تا زیر و دونه های آخرم که همه به رو. رج 11 به این شکل در میاد. رج 13 بعد از حاشیه 2 تا دونه روی قسمت لبه رو میبافیم. این 1 دونه رو هم میبافیم. حالا جابجاییامون برعکس میشه، یعنی قسمت اول جابجاییمون به سمت چپ میشه، بعد هر دونه به همون شکلی که هست بافته میشه. این 2 تا دونه رو به رو و 2 تا دونه زیر هم از زیر. حالا میایم این قسمت وسط باز جابجایی داریم و جابجاییش به سمت راست هست. 2 تا دونه زیر از روی 2 تا دونه رو رد میشه، ولی هر 4 تا دونه رو ما به زیر باید ببافیم.
قسمت اول رو که بافتیم دقیقاً قسمت دوم قرینه قسمت اول میشه و باز این 2 تا دونه این بار به سمت چپ اول جابجا میشه و بعد این 4 تا دونه باید از زیر بافته بشه. 2 تا 3 و 4. حالا میایم برای این قسمت که باز این 4 تا دونه جابجا میشه و 2 تا دونه زیر به زیر بافته میشه و 2 تا دونه رو هم به رو، دقیقاً مثل قسمت اول. باز این 1 دونه رومونم به رو و بقیه دونه ها هم که مال قسمت حاشیه هست به رو. اینم از قسمت 13. مدل از این 14 رج تشکیل شده و ادامه باف از رج 5 میشه. البته دونه های قسمت رومون کمتر از ابتدای باف هست، چون تو این قسمت ببینید تعداد دونه های قلب ما بیشتره. اینجا قلب کامل شده، اینجا تازه شروع به بافت قلب میکردیم. فقط با قسمت 5 از این نظر مشابه هستش که ما باید این 4 تا دونه رو جابجا کنیم با هم دیگه، این 4 تا دونه زیر رو و 2 تا دونه اولش رو به زیر می بافیم و مثل قسمت 5 در رج 5 این 2 تا دونه به رو بافته میشه، چون ما باز باید قلبمون رو شروع به باز کردن و بافتن دوباره کنیم. این 4 تا دونه زیر رو هم که به همون شکل زیر می بافیم و باز قسمت دوم که قرینه قسمت اوله. باز قسمت دوم رو هم جابجا میکنیم این 4 تا دونه زیر رو و این 2 تا دونه اول رو ما به رو میبافیم، 1 و 2 تا به رو و این 2 تا دونه رو از زیر و باز این 3 تا دونه رو و دونه های حاشیه هم که به رو بافته میشه. این الان در رج روی بافت دقیقاً رج 7 مدلمون میشه تکرارش، که بعد از دونه های حاشیه ما 3 تا رو داشتیم، 2 تاشو میبافیم و باز این 2 تا دونه زیر با 1 دونه رو جابجا میشه، این 2 تا دونه به زیر بافته میشه و حالا الان ما 3 تا دونه رو داریم تو قسمت وسط باف و این 4 تا دونه زیر دقیقاً مثل رج 7 باید جابجا بشه و به زیر بافته بشه. پس دیگه تکرار بافت هستش. باز این 2 تا دونه رو می بافیم و این 3 تا دونه رو جابجا می کنیم به این صورت و بافت به همین ترتیب تکرار میشه. من چند رج بافت رو ادامه دادم، 2 تا قلب کامل شد. الان قلب سوم رج 7 رو بافتم، قسمت روی بافت و قسمت پشت کارش رو هم بافتم و دقیقاً مثل رج 7 در قسمت اول. ببینید الان میخوام رج 9 رو شروع کنم. تعداد دونه های من به این صورت هست که بعد از حاشیه این 2 تا دونه قسمت لبه 2 تا رو، 2 تا زیر، 3 تا رو، 4 تا زیر وسط، باز تکرار بافت 3 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو و دونه های حاشیه. بافت رو باید به همین ترتیب ادامه بدیم.